سیاره فراخورشیدی سیاره‌ای است که خارج از سامانه خورشیدی قرار داره و به دور یک ستاره غیر از خورشید در حال گردشه. نخستین شناسایی علمی وجود یک سیاره فراخورشیدی به سال 1988 برمیگرده. از آن به بعد تا سال 2017 شمار سیارگان فراخورشیدی شناسایی شده 3600 سیاره بوده که 2700 تای اونها در 610 سامانه سیاری مختلف تایید شدند. مطالعه سیاره‌های فراخورشیدی جزء موضوعات نوین در دانش اخترشناسیه. هدف دانشمندان و ستاره شناسان از فعالیت در این عرصه امید به یافتن سیاره‌ای است که شرایطی مشابه زمین داشته باشه و احتمال وجود حیات در اون بالا باشه. اما خبر بسیار خوب این که در میانه همین فعالیت‌ها و رصدها ستاره شناسان سیاره فراخورشیدی که بیش از 2 برابر اندازه زمین و احتمالاً قابل سکونت هست رو کشف کردند. نکته بسیار جالب این که این سیاره فراخورشیدی از نظر اندازه به طور قابل توجهی بزرگتر از زمینه اما کوچکتر از سیاره نپتونه. آیا این سیاره فراخورشیدی میتونه میزبان آب و حیات باشه؟ در ادامه این برنامه جذاب با ما همراه باشید تا پاسخی برای این پرسش‌ها بیابیم و اطلاعات بیشتری در مورد سیارات فراخورشیدی در اختیارتون قرار بدیم. اگر تا به حال عضو شبکه ما نشدید حتما سابسکرایب کنید و اگر ویدیوهای ما رو میپسندید خوشحال میشیم اونها رو لایک کنید. درود و سلام میگم به شما دوستان و همراهان گرانقدر. در مقاله‌ای که در ژورنال The Astrophysical Journal Letters منتشر شده، تیمی از دانشگاه کمبریج از داده‌های اتمسفری، جرم و شعاع سیاره فراخورشیدی K2-18b استفاده کرد و مشخص کرد که این امکان وجود داره که این سیاره در شرایط قابل سکونت در زیر اتمسفر غنی از هیدروژن خود دارای آب مایع باشه. در ادامه این مقاله شعاع این سیاره فراخورشیدی که در فاصله 124 سال نوری از ما قرار داره 2.6 برابر زمین و جرم اون 8.6 برابر زمین ذکر شده. این سیاره در منطقه قابل سکونت که دمای اون میتونه وجود آب مایع رو فراهم کنه به دور ستاره خود در حال چرخشه. همین چندی پیش بود که 2 تیم مختلف از کشف بخار آب در اتمسفر غنی این سیاره خبر داده بودند. همین اطلاعات نخستین در مورد این سیاره باعث شده که مورد توجه دانشمندان و ستاره شناسان بیشتری قرار بگیره تا تحقیقات خود رو برای این سیاره دنبال کند. به بیان دکتر نیکو مدهوسودن از مؤسسه ستاره شناسی کمبریج و رهبر این تحقیقات، بخار آب در اتمسفر بسیاری از سیارات فراخورشیدی کشف شده. اما حتی اگر سیاره‌ای در منطقه قابل سکونت قرار داشته باشه، لزوماً به این معنا نیست که شرایط قابل سکونتی بر روی سطح اون وجود داره. برای دستیابی به چشم‌اندازهای سکونت مهمه که شرایط اتمسفری و داخلی روی سیاره رو به خوبی درک کنیم. به ویژه اینکه آیا آب مایع میتونه در زیر اتمسفر وجود داشته باشه یا نه. نکته قابل توجه در مورد این سیاره کشف شده اینه که انتظار میره که این نوع سیارات پوشش هیدروژنی قابل توجهی در اطراف لایه آب پرفشار داشته باشن و هسته داخلی اونها از سنگ و آهن باشه. اما اگر پوشش هیدروژنی خیلی ضخیم باشه، دما و فشار در سطح لایه اون اونقدر زیاد خواهد بود که از حیات پشتیبانی نخواهد کرد. اما خوشبختانه با توجه به تحقیقات این تیم، پوشش هیدروژنی این سیاره لزوماً ضخیم نیست و لایه آب اون میتونه شرایط مناسبی برای پشتیبانی از حیات داشته باشه. دانشمندان با مشاهده وجود اتمسفر و با توجه به جرم و شعاع این سیاره
تونستن ترکیب و ساختار اتمسفر و درون اون رو با استفاده از مدل‌های عددی دقیق و روش‌های آماری برای توضیح داده‌ها تعیین کنند. چیزی که واضح و مبرهن هست اینه که دانشمندان تایید کردند که اتمسفر این سیاره غنی از هیدروژن و میزان قابل توجهی بخار آب داره. همچنین اونها دریافتند که مقدار سایر مواد شیمیایی مانند متان و آمونیاک کمتر از حد انتظاره. نکته که باید به اون توجه بکنید و بسیار در مورد سیاره‌های فراخورشیدی برای دارا بودن حیات مهم هست، میزان مجاز پوشش هیدروژنی اونهاست که تقریباً 6% جرم سیاره باید باشه و همین امر هم در مورد این سیاره باعث میشه که احتمال پوشیده بودن اون از آب بسیار بالا باشه و دانشمندان بر این باورن که در زیر اتمسفر در فشارها و دماهایی به مانند فشارها و دماهای یافته شده در اقیانوس‌های زمین آب مایع وجود داره. اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد این سیاره و دیگر سیارات فراخورشیدی داشته باشید، به لینک این مقاله در توضیحات همین ویدیو مراجعه کنید. از زمانی که جستجو برای یافتن سیارات فراخورشیدی آغاز شد، دیری نپایید تا نخستین سیاره فراخورشیدی که به دور ستاره‌ای مانند خورشید در حال گردش بود، در سال 1995 کشف شد. کشف این سیاره سرآغازی بود برای جستجوی گسترده‌تر به دنبال پاسخی برای یکی از قدیمی‌ترین، بنیادی‌ترین و مهمترین سوالات ذهن بشر. آیا ما در جهان هستی تنها هستیم؟ آیا موجودات هوشمند دیگری در این جهان نامتناهی وجود دارند؟ نخستین گام برای پاسخ به این پرسش‌ها و یافتن حیات هوشمند در سایر سیارات، پیدا کردن گونه‌های ساده‌تر حیات مانند باکتری‌ها و موجودات تک‌سلولیه. بدین منظور یافتن سیاراتی که شرایط تکوین حیات رو دارا باشند، مهمترین مأموریت دانشمندانیه که در این زمینه تحقیق می‌کنند. علاوه بر این، دریافتن این مسئله که آیا منظومه ما منظومه منحصر به فردیه یا خیر نیز میتونه کمک شایانی به حل بزرگترین معمای بشر بکنه. از میان سیارات فراخورشیدی کشف شده، برخی سیارات غول‌پیکر و گازی شبیه مشتری و برخی دیگر سیارات خاکی مانند سیارات داخلی منظومه شمسی هستند. جالبتر از همه اینه که بدونید برخی از اونها اونقدر به ستاره خود نزدیکن که همواره یک سمت خود رو به ستاره میبینن و برخی اونقدر دور هستن که امکان بروز و رشد حیات در اونها به حداقل میرسه. اما در این میان دانشمندان موفق شدن دو سیاره شبیه زمین رو کشف کنن که به دور یک ستاره کوچولوی سرخ در حال گردشند. به گفته محققان این ستاره 12.5 سال نوری از زمین فاصله داره و در حال حاضر 24مین ستاره نزدیک به خورشید ماست. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات شما رو هم بخونید. اگر هم تا به حال عضو شبکه ما نشدید، برای مطلع شدن از آخرین ویدیوهای ما حتما سابسکرایب کنید. براتون آرزوی سلامتی، تندرستی و سربلندی میکنم.